سلام. آقا آتش قدرت توی این نظام چیزی که تموم شدنی نیست. برای هر کرسی و پست و مقامی پارچه بگیر، گاز بگیر، داد بزن، یقه بگیر، حذف کن تا بهش برسی. قانون جنگله. درست بعد از یه هفته جنازه گردونی رئیسی به هلاکت رسیده که همه جا روزه وحدت میخوندن که خیلی با هم دیگه وحدت داریم، اولین تصویری که از استبل نظام یعنی مجلس جدیدشون بیرون اومد این صحنه راز بقا بود. یه دعوا میگیم، یه دعوا میشنوید. این فیلم تازه نمای لانگ شات از دور بود. توی همین صحنه وقتی میریم نمای کلوزآپ میبینیم اون دیالوگ هایی که اونجا رد و بدل میشده اینا دنبال جنازه کردن همدیگه بودن برای رسیدن به قدرت. الان بالا تو هیئت رئیسه در حضور نمایندگان یه آقای شریعتی و آقای سلیمی رو تهدید کرده، گفته من نمیذارم شب برسید خونتون. یعنی چی؟ اینجا کجاست؟ این موضوع باید رسیدگی بشه آقای قالیباف. این چه وضعیه واقعا؟ یه جوری میگه چه وضعیه که انگار تابال خودش تو این تبلیغ نبوده. اینجا مجلس غارتگرای نظامه که توش برای سهم بیشتر از سفره نظام همدیگر میدرن. تعجب نداره که تازه قبل از همین جلسه روز اول که هیئت رئیسه رو میخواستن انتخاب کنن چه دعوایی بود بین همون باندهایی که برای این مجلس دستچین شده بودن. چون تو اسفند گذشته که یادتون هست برای نمایش انتخابات مجلسشون همه کاندیداهای باند مغلوب رو حذف کردن و جراحی کردن، تراشیدن، فقط یه تعدادی مثلا از خودی‌های قابل اعتماد ولایت رو گذاشتن بیان که نتیجهش هم شد همون تحریم قاطع اکثریت مردم. طوری که تو آرایی که خودشون اعلام کردند نفرات اول از تهران هر کدوم 400-500 هزار رأی آوردن. یعنی از 10 میلیون واجدین شرایط رأی دادن توی تهران کمتر از 450 هزار نفر به قالیباف رأی دادن. میشه چیزی زیر 4.5%. بقیه هم در همین حدود. پس یعنی دعوا بین همین 4-5 درصدیاست که سر این که کدوم یکی رئیس مجلس بشن همدیگه رو جر میدادن. باند فینگیری های ولایت مدارم که دیدن بیشتر از قالیباف رأی آوردن دور برداشتن که قالیباف رو بکشن پایین. آقای دکتر بیا جواب بده، پسر تو کانادا این ماجرایی که میگن رفته میخواسته تابعیت دائم بگیره، اقامت دائم بگیره، درسته یا غلطه؟ اون 500,000 یورو 400,000 یورو توی آلمان اون یکی پسرت رفته خونه خریده بعد دوباره فروخته، درسته یا غلطه؟ جواب منو بده. این ماجرا 8 کیلو طلا که گفتن تو خونه پسرت توی کامرانی است، فرمانی است، کجاست اونجا، این درسته یا غلطه؟ بیا به ما توضیح بده. این قشنگی داره کجا آوردی؟ چه جوری میشه؟ یا ما هم یاد بدید، دکمه داره، رمز میزنید، چیکار میکنید؟ ما هم یاد بگیم. بده سوال داریم آقا جون، سوال اشکال داره. بیا بگو این پسر، بگو این ماجرا دروغ است. خدا پدر اگه ما راسته، من این پسر رو به رسمیت نمیشناسم. این دعواها داشت بالا میگرفت که یهو هلیکوپتر رئیسی معلوم نشد چی شد خورد به کوه و نظام با یک شوک جدید مواجه شد. هنوز مجلس جدید رو راه نینداخته، رئیس جمهورش هم پرید. فقط رئیسی مونده بود که آب باد، اونم تو دیزی مثل گوشکوبیده شد. رئیسی رفت قلبم خورده ترک، رفت به درک. حالا تو این وضعیت که خامنه‌ای میخواست این چرخ مجلس ماشین نظام رو پنچرگیری کنه، یه دفعه دید گیربکسش هم اومد پایین. دیگه تصمیمش رو گرفت که شده حتی به عنوان یک مسکن 1 ساله وضع مجلس مثل قبل بمونه، یعنی رئیسش همون قالیباف بمونه، تغییر نکنه تا این ببینه که چه خاکی برای کرسی رئیس جمهور تو سرش بریزه. و اینطور بود که قالیباف به فرموده با بیش از 190 رأی به ریاست مجلس رسید. جناب آقای محمد باقر قالیباف با 198 رأی به عنوان رئیس برای 1 سال آینده انتخاب شدند. من به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. بعد از رأیگیری هم معلوم شد که دلیل رأی آوردن قالیباف هم این بوده که به اون نماینده های باندهای دیگه قول داده بود که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نمیشه.
اونا هم به این دلشون رو خوش کردن که قالیباف رو توی مجلس زمینگیر میکنن تا بتونن نفر خودشون رو راحت تر به کرسی ریاست جمهوری برسونن. با این حال در همون رأیگیری داخل مجلس یه تعداد از همون نمایندگان مثلا خودی رأی باطله دادن. آراء باطله 24 رأی. من چون گفتن جزء ضوابط قانونی است که همه آرا خونده بشه خدمتتون اعلام کردم. این نماینده مثلا میتونه یا به این رأی بده یا به اون رأی بده یا اصلا رأی نده، پاشه بره بیرون. ولی کسی که رأی باطله میده این یعنی داره به همین سیستم اعتراض میکنه. رأی باطله یعنی ورقو انداخته توی گلدون و روش مثلا شکلک کشیده، خط خطی کرده. بعضی‌هاشون هم با پوز شفافیت جست گرفتن که بله من به هیچ کدام رأی ندادم و آگاهانه روی برگه رأی خط کشیدم، که این موضوع هم در درون نظام خیلی غوغا کرد که همین آرای باطله دیگه جزو لاینفک نمایش‌های انتخاباتی شده. یعنی همین 5%هایی که از نظر مردم باطل هستن توی مجلس باز به خودشون رأی باطله دادن. دیگه حتی خندش میگیره از کارای اینا. خب عالی، فقط نگاه کن الان مردم دنبال شفافیتن. رفتی مجلس براش باید توضیح بدی که چیکار کردی. مردم سلام، همونطور که قول بهتون داده بودم واسه شفافیت، امروز خب روز اول مجلس بود، یه خورده استرس داشتم، بعد واسه همین لباسای یکم گشاد تنم کردم، بعد خیابونا چون خیلی شلوغ بود دیگه با موتور اومدم، موتورم هم تو پیاده رو پارک کردم، مثلا جا پارک نبود دیگه، اومدیم تو مجلس. بعد خیلی خوب بود دیگه. نفر سمت راستم اسمش محمد بود، خیلی بچه خوبیه. سمت چپی اسمش رضا بود، اونم خیلی بچه با خودش میوه آورده بود، موز آورده بود با خودش. بعد خوش گذشت، کلا خوش گذشت. رایگیری و اینا هم بود که دیگه اونا زیاد مهم نیست. همین. وای چه ویدیویی بود شما گذاشتی؟ شفافیت دیگه. این شفافیت یعنی این که من رفتم مجلس به کی رأی دادم؟ برو که اصلا به هیچ کی رأی ندادم. یعنی چی میشه رأی ندادم؟ به هر کدومش رأی بدی باز اون ناراحت نره، بعد اصلا بعد بیای باز توضیح بدی اصلا بری چیشمون به این رأی بدم، یعنی که بابا خط خطی کردم تو. خط خطی کردی؟ راحت. طرف مثلا رفته نماینده شده ولی پای موضوع به این مهمی که ریاست مجلس هست رأی سفید و خط خطی و باطله داده. اینا همون سیگنال های جنگ قدرتیه که تو کل نظام در جریانه. امروز ببینیم تو مجلس چه میگذرد، امروز چه دستورالعملی میاد، اینا رو باید کنار بگذارد. از روز اول باید حفظ باشد، نه اینکه 22 تا 24 تا رأی باطله در اینا خیلی بده. آیون مجلسی ها یه نقطه های ضعفی رو همین اول بعضی از افراد کم تجربه در مجلس نشون دادن. امیدواریم این مطالب در آینده تکرار نشود. با همه این کش و قوس‌ها وقتی که ریاست مجلس تعیین تکلیف شد، مهرهای نظامی نفس راحتی کشیدن، فکر میکنن که نظام از یک پیچ نفسگیر رد شده و دیگه الان اون جنگ و دعواهای مربوط به این موضوع تموم میشه. به خصوص که قبلا هم خامنه‌ای به اعضای مجلس نظام گفته بود که شما بتمرگید سر جاتون، دیگه هوا براتون نداره. یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اولی که وارد مجلس میشه نقشه رسیدن به فلان پست مثلا اجرایی رو در سر خودش بپرورونه که وزیر بشه، مدیر بشه، فلان بشه. نه آقا، این وظیفه نمایندگی بسیار مهمه، از وظایف اجرایی اهمیتش بیشتره. اینجور نباشه که ما تا وارد مجلس شدیم به فکر بیفتیم که خب حالا چیکار کنیم که مثلا در مرحله بعد یا در فلان دولت به فلان پسته. اینا آسیب هاست. اینجور نباشه که ما بگیم حالا این یه سابقه برای ما درست میکنه برای مسئولیت های بالاتر. نه، بچسبید به همین کار. اما قالیباف همین که دید جاش تو کرسی ریاست مجلس قرص و محکم شد، مطمئن شد که این کرسی توی جیبش هست، یه نگاه اینور کرد، یه نگاه اونور کرد، گفت این منظره که تکراریه، 4 سال اینجا بودم. اونورم همه دارن تون نامنویسی میکنن برای ریاست جمهوری. رقبام همچین عددی نیستن. بلی فقیه کی دوشنده، پاشیم بریم برای بالاتر. اینطور بود که پاشو گذاشت رو حرف عظما، تو روز آخر ثبت نام برای نمایش انتخابات ریاست جمهوری خودش رو رسون، گفت منم هستم، منم بازی. آقای قالیباف از مجلس استعفا میدی؟ نه نمیده. استعفا لازم نداره. در صورتی که رأی ندیم برمیگردی؟ استعفا لازم نداره. کرسی ریاست مجلس رو که داریم،
یه ریاست جمهوری هم می‌ذاریم کنارش، قشنگ دونونه توپ توپل برو بالا. ببین 2 تا دونه برگر داره، خیلی پرملاته. 2 تا دونه هات دوگ هم داره. ساندویچو نگاه کن، 5 نفر رو راحت میزنن. اوه. بله، اشتهای قدرت توی این نظام تمومی نداره و همین الان شده خوز بالاخوز ولایت توی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، چون اون بسیجی ولایت مدار دیگه گیج شده که بالاخره به کی باید رأی بده. از همون باند خودی‌های ولایت چندین نفر کاندید شدن که همشون هم برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری دارن همدیگه رو جر میدن. بسیجی‌ها دارن گرگیجه میگیرن. فقط یه سوال دارم از طرفدارای قالیباف، چرا برای ریاست مجلس کاندید شد اگه میخواست برای ریاست جمهوری بیاد؟ رئیس مجلس و نایب رئیس مجلس هر دو برای ریاست جمهوری ثبت نام کردن و جالب اینه که هیچ کدوم اون یکی رو اصلا نمیدونه. سوگند به قرآن مجید که چند روز پیش نمایندگان مجلس قرائت کردن و برخی مثل ماست ازش عبور کردن. بله، اشارهش به اینه که شما همین هفته پیش سوگند ریاست مجلس خوردید، ولی از همین هیئت رئیسه 2 نفر رفتن برای کرسی ریاست جمهوری ثبت نام کردن. بله، اینم بهانه شد که یه سری از بسیجی‌ها سریال فسادهای قالیباف رو دوباره رو بیارن و شروع کنن به توپیدن بهش. اینکه از لجن بودن خانواده قالیباف و عدم شفافیت ایشون نسبت به خانواده‌اش سوال کنیم میشیم لجن پراکن؟ شانس آوردیم رئیس قوه قضاییه این روزا قرار نیست تغییر کنه وگرنه اتریک میکرد. جا داره یه سلامی هم کنیم خدمت اون نماینده هایی که قالیباف بهشون گفته بود به من رأی بدید رئیس مجلس بشم، دیگه ریاست جمهوری شرکت نمی کنم. سلام خنگ. جعفرزاده ایمن آبادی از نمایندگان سابق همین استبل نظام هم نوشت در انتخابات هیئت رئیسه به مستقلین گفتم رأی دادن به قالیباف خیانت به نظام است. گفتند قول داده کاندیدای ریاست جمهوری نشود. گفتم قالیباف پایبند به هیچ اصولی نیست و شهوت قدرت دارد. بعد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفتند اشتباه کردیم. جناب ژی محکم صندلی تو بچسب، از ما گفتم بود. که این یکی اشارش به پیشروی قالیباف از ریاست مجلس به سمت ریاست جمهوری و بعد هم قوه قضاییه است. اگه میتونست همزمان رئیس 3 قوه باشه دریغ نمیکرد. عشق قدرت تو تک تک مولکولای بدنش عیانه. سعید قاسمی عجب حرفی زد. قالیباف همون حسن روحانیه منتها در لباس خودی. اینکه 6 روز بعد رئیس مجلس شدن کاندید شده واسه ریاست جمهوری جز نقشه برای شکستن رأی جبهه انقلاب دلیل دیگه نمیتونه داشته باشه. قالیباف هم در پاسخ به این حملات چند تا بسیجی دور خودش جمع کرده و اونا رو مأمور حمله به رقیب کرده. جلیلی به همراه چند جوانک کیفکش رفت ثبت نام کرد. فقط نمیدونم چرا فکر میکنن ترک موتور بدون کلاه ایمنی برن یعنی خیلی مردمی و ساده‌ان. نمیدونم دنبال چیه ایشون. چند سال تفکراتش مو به مو اجرا شده و نتیجهش هم پیش روی همه است. البته فکر نکنید که این توییت ها بیجیر مواجبه ها. توی جنگ باندی هر توییتی نرخ خودشو داره. مثلا اینجا نوشتن که برای قالیباف اگر توییت میزنی هر توییت با ایمپرشن 8K تا 300 تومان برات میاره. چیزی که روشنه اینه که دعوای این باندای نظام هیچ ربطی به مردم نداره و چیزی رو در سرنوشت مردم تغییر نمیده. اینو دعوای بین همون جماعت 5% که هر کدوم میخوان سهم بیشتری از قدرت و ثروت برای خودشون داشته باشن. دولت در شرایط کنونی در کشور کاری نیست، واقعا ابزاری در اختیار نداره. مجلس به همین ترتیب، قوه قضاییه باز به همین ترتیب. انحصارهای قدرت ثروتی به وجود آمده در کشور که اینها اگه نماینده‌ای میخواد بره تو مجلس اول باید اینا تاییدش کنن تا بره تو مجلس. نهادهایی که قدرت رو کنترل کردن انحصار ثروت رو هم در کشور کنترل کردن، در اختیار دارن. بنابراین با این انحصارها هیچ راه حلی وجود نداره در شرایط کنونی. دولت هم نقشی نمیتونه داشته باشه ولو اینکه همه اینا رو هم بدونه، چون در واقع دولت‌ها در جیب این قدرت‌های انحصاری هستن. بنابراین تا جایی که به مردم برمیگرده رأیشون در همه نمایش‌های انتخابات نظام یک چیز بیشتر نیست و اون هم رأی من سرنگونی. وقت بخیر و خدا نگهدار.